رو شروع کردن تهدید کردن بهار در گروه های تلگرامی. یعنی پیام رو که برای من اصلا فرستادی من تعجب کردم اصلا چجوری ممکنه. من تا چند دقیقه همینجوری نگاه میکردم مطمئن بشم اینا با اکانت فیک آیا دارن این کارو میکنن. دیدم نه، اسم این آقا قشنگ بالا سردر اون گروه تلگرامی هستش و توش داره تهدید میکنه که خانم اگه شما نیای تو کلاب هاوس فلان و به ما جواب ندی ما یک سری عکس از شما منتشر میکنیم. و بعد یه سری عکس رو منتسب کرده بودن به بهار و این عکس ها رو گذاشتن بعد از اون تهدیدشون. و کمی بعدش حالا تو خود دقیق تر بگو. بعد دیدم که عکس تو رو با پدرتو برداشتن گذاشتن. و ام، من تمام این اتفاقاتی که برای فعالای زن دیگه پیش اومده توی این فضا، بولی شدن و سایبر اتک شدن و اینا، همه از جلوی چشمم رد شد. و دوباره این سوال برای من پیش اومد که چطور اینا اصلا جرأت میکنن انقدر راحت. و این جواب سوالش برای من این هستش که خب به اندازه کافی هم در واقع ما براشون کانسیکونس درست نکردیم برای این. حالا جدا از این که اصلا یه رفتار لومپنیزم عجیبه که این آقایون دارن، ولی به اندازه کافی هم مثل اینکه کانسیکونس براشون ایجاد نشد. تو یه ذره میخوای بگو چه اتفاقی برات افتاد؟ حتما. مرسی، ممنونم. منم سلام میکنم به همه عزیزان. اتفاقا حالا جدای از این مسئله زن بودن من و مرد بودن اونها، یه موضوع مهم دیگه هم اینه که به فرض که کنشگرها نمیخوان که بعضی وقتا خونوادهشون دچار ناامنی دقیقاً. بشه، یعنی اینا حتی این حد و مرز رو نگه نمیدارن که اطلاعات هست. اصلا فرض بفرمایید موضوع منم که نباشه، شما اطلاعات خانواده یه نفر رو میذاری روی پیجی که مشخصا ممکنه نیروهای امنیتی همون رو ببینن. یعنی عملا میخوای که حتی هر کسی که داره با جمهوری اسلامی مبارزه میکنه ناامن بشه. دقیقاً. شما باش موافقی چه شما باش موافق نیستی. بنابراین من دیگه با این مقدمه‌ای که گفتم، من دیگه این رو شعبه دوم جمهوری اسلامی میدونم. یعنی دیگه از این به بعد هر چی که بگم، چون در بد بودنم شما باید یه حدی داشته باشی دیگه. در جنگ هم یه قوانینی هست. آره ببخشید قطعت میکنم. نه درست میگی، خیلی راهکاراشون شبیه. دقیقاً. به خاطر هم اتفاقا به نظر من روی مسئله ضد زن بودنشون با تاکید گذاشت. از شدت ضد زن بودن اینا اینقدر شبیه جمهوری اسلامی میشن به نظر من. دقیقاً. بعد فقر اطلاعاتی، یعنی یکی از چیزا مثلا بین ما فعالین زن دیگه واقعا مشترک هست. ما میدونیم خصوصی سیاسی است، ما میدونیم موضوعات حوزه خصوصی ما جاییه که نهاد قدرت اونجا رو کدگذاری دقیقاً. کرده. بنابراین وقتی مبارزه میکنیم اتفاقا میدونیم اینجا اون جاییه که نباید سکوت بکنیم. فقر اطلاعاتی باعث میشه که اصلا درک نکنن شما داری چیکار میکنی. ولی سناریویی که چیدن مثلا راجع به من واقعا بلوپرینت قتلای ناموسی رو دیدم. یعنی طرف با خودش گفته خیلی خوب، من میخوام اینو حذف کنم، دو راه دارم، یا حذف اعتبارشو بکنم، حالا حذف اعتبار جواب نداده، حذف فیزیکی میکنمش. میام سناریوی قتلای ناموسی مثلا فیلم فارسی، عکسای لخته اینو برای مثلا همسر یا پدرش میفرستم، یه تیزی هم میذارم تو پاکت دیگه، میگم خودت میدونی دیگه. یعنی مردان جامعه تعریف جرم میکنن، اجرای حکم رو مثل جمهوری اسلامی تفویض میکنن به پدر خانواده. و بعدم که اینا احتمالاً منتظر بودن فردا روزش مثلا اینترنشنال یا بی بی سی بنویسن که بهار زمانی امروز صبح در حالی پیدا شد که مثلا سر بریدش روی سینه. دور از جونه. یعنی این چقدر برنامه اینا، اینا. ولی ببخشید من این کلمه از دهنم نمیتونه بیفته، چقدر لومپنن. یعنی اصلا اگه از یه حدی گذشته دیگه این واقعا این لومپنیزمی که تو این فضای سیاسی اومده توسط این مردم. نقدم زیاد شد توی این مدت بهش، ولی همینطوری رانش داره ادامه میده کارشو. بله